گرم بود کلیم نخوردیم همین رای معین بود اون چیز پرابلم نبود اوپو برف هم که میبارید روح تست دوست کرد میسترم زمستان این ساله برای من گمان نمیکنم اونقدر سردی بسیار داشت خیلی عالی بود در کارگاه هم شرایط خوب داشتیم حتی سردی زمستان ما عموما حس نمیکردیم امی یک کپرچه بر ما دادن که یک کمپل و در گلبته من زندگی میکنم در بسیار حالت خراب زمستان خواسته کداچ کل است خونه خونه نیستن شرایطان هست همه پرابلم هم نیست در بدخشان هم بودم زمستان بودم خیلی نسبت سالهای پیش اونقدر وزین نبود زمستان برای من شخصا زمستان نزد گذشت همین در همین زمستان یگان مشکلی رو حس نکردم از جهتی سردی باشد یا که از جهتی خاموش کردن برق باشد یگان نورسایی نبود یگان مشکلات رو من شخصا خودم در اویله خودم در اویلم حس نکردم و تا اونجایی که یک بار دو بار که مثلا برق شدید هم که بارید من شخصا دیدم که چقدر در حال انمون از جانب کارمندان همون اداره رو در حال همون برخورد توضیح کرده میشده من همین خود چیزی که من دیدم همون رو میگم بیان دیدم من چیزی که نمیتوانم زمین چیزی که میخواست از بالا گرفت برف بود باران بود جاله بود نسبت با سالهای گذشته مثال خنکایی که در سالهای مثال 2007 ای از همه بدترین خنک که تا 35 درجه گرم که بود این سال نه اونقدر مثال خنکی باد بود بسیار زمستانی ناز بود از کدوم جهت هوا گرم بود خیلی خونه نه گرم